بدرالدین سفرعلیف 2 ماه پیش نیت سفر به حج را داشت. هرچند شناسنامه خارجی او تا 3 سال دیگر مهلت داشت. با او گفتند که شناسنامه بیومتری بگیرد. در خدمات شناسناموی و به قیدگیری با او گفتند برای عکس گرفتن باید ریشش را تراشد، در حالی که در 2 شناسنامه‌اش با ریش عکس دارد. وقتی که برای پاسپورت بیومتری اویری ریسپوبلیکا در رفتیم گفتن که ریشتونه گیره با ما پاسپورت بیومتری میتیم تونه. خاکی برای خود زیارت خانه خدا بود و برای فرض حج زیارتش بود ما ریزا شدیم و ریشمون گرفتیم با پاسپورت بیومتری گرفتیم. بدرالدین میگوید برای آنکه از سفر حج نماند در یک سرتراشخانه در داخل بینای خدمات شناسناموی و حجت‌نگاری وزارت کارهای داخلی در عوض 20 سامانه ریشش را گرفته عکس برداری کرده است. این پاسپورت زاگرانی پیشم تا 2021 اعتبار داره. یعنی حال مهلتش باقی نه با من برای که چیه با پیچت کرد اویر خودش پیچت کرد که تا 2021 تاثیراتش هست گفته. نه که برای حج ویزا دادند گفتن که نمیشه روی اثر نو بو گیره بیومتری گیره و رفتیم بیومتری نوامبر 2018 بیومتری گرفتیم بریش گفتن که ریشتونه گیره پره گیره با بیوی گرفتیم و پاسپورت مونو گرفتیم. در ظرف یک هفته اخیر چند نفر از گوشه‌های کشور با رادیو آزادی در تماس شدند و این مشکل را در میان گذاشتند. امروز مسئول خدمات شناسنامه‌دهی و پاسپورت‌دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسئله این طوری که شهروندان ادعا میکنند نیست. آنها کاملا یعنی مقابل با ریش داشتن پاسپورت خارجی نیستند. برعکس آنها میخوان که وقتی پاسپورت خارجی داده می شود باید ریش آنها به ترتیب کوتاه و با نظام باشد، چون که آنها با پاسپورت خارجی بیرون از تاجیکستان میروند و باید با یک چهره زیبا و گیرا باید به خارج کشور سفر کنند. در تاجیکستان دستوری رسمی منع ریش وجود ندارد، اما مقامات توجه از حد بیش مردها به ریش را به بالا رفتن هوای مذهبگرایی ربط میدهند. شهروندان میگویند مقامات با استفاده از مبارزه با تندگرایی آزادی‌های آنها را محدود میکنند. تابستان سال 2015 بهرام شریفزاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفته بود که در ظرف یک سال ریش 12818 نفر را به ترتیب درآوردند.